2800 افغانی نمی مواد خوراکی تان شد. 320 افغانی براتون کچالو و پیاز براتون آوردم. صحیح است؟ بده دیگه شم بده. چیزی که عیان چی حاجت با بیان، اون یکش اون او طرف رفت، یکش فکر میکنم که این طرف رفته است. تقریبا 330 افغانی مو شد. ما کمی کرایه براتون میتونم برگ صف صفحه ترویش است. دو نفر هنوز ما برای 2 نفر مواد خوراکی میگیریم. اونجا وقت انتخاب کردیم. ولی را چند گفت؟ این ما دیگه رو میفروشیم 180 200. این رقم چینده هم نمیتونیم برش پالابان میندازیم. 170 گرفتم. بینندگان عزیز، ما پیش یک از وطندارای عزیز ما هستیم که میدان بخیر برای افطار آمادگی میگیرد. 1400 است از خلیفه اول. 1400. بله. دوم چند است؟ دوم 1200. که با مبلغ 4040 افغانی هم بر غفک خریدیم، هم آرد خریدیم، هم برنج خریدیم، هم روغن خریدیم. 2200 یا 1900 میاد. رقم دبلکاری داره، نوای روسیه یا 2500. اون یک بوجیوار اونجا به مبلغ 3070 افغانی نزی وطندار ما. 3070 شد نه؟ این پولی بی بی کریمه وفایی است که برای ما ارسال کرده بود. این خداوند نصیب شما ساخته بودن. داغش نکشیده رئیس دل ما را هوا میکنید. واه واه واه. 400 500 600 میشه. 600 تا میشه. 600 تا. بینندگان عزیز سلام، وقت همه بخیر. میخوام در یک موضوع بسیار مهم امروز صحبت بکنم که متاسفانه چینل ما به نام مزار مایک دیشب توسط یوتیوب مسدود شد. ای که چرا مسدود شد ما برش ایمیل کردیم، همه به ایمیل ما پاسخ ندادن. نمیفهم که کسی هک کرده یا کدام نوجوان در رابطه با ما اطلاعات نادرستی به شبکه یوتیوب ارسال کرده یا از ما رقابت‌های ناسالم بگویم. به هر صورت ما کسی را متهم نمی‌سازم. ما در مزار شریف تمام یوتیوبرایی که فعال هستند امروزشان در ارتباط هستم. همیشه تلاش کردیم یک مشوره خوب برشان بدیم تا خوب رشد بکند. هیچ وقت کسی بخیلی نکردیم و نه هم میکنیم. دیگه واقعا من خیلی زیاد جگرخون ساخت، کمر مرا شکستاند. ما بسیار یک مقدار پولی ناچیز را از کسی قرض گرفته بودم، اینا رو جمع کردیم. 8 ماه میشد که ما فعالیت چینل آغاز کرده بودیم. دیگه 3 ماه میشد که تازه سر اوید آمده بود که قرضدار میده خلاص میکردیم. اینا لذت ما را از همین نقطه اوج به نقطه صفر رساند. ما برنامه شما را نشر کرده بودیم، بعضی برنامه را امشب حتما نشر میکنیم. یک چینل دیگه است، یکی از دوستا هستن، چینلشان ما گرفتم، امروزشان امی لحظه آمدم دفتر، امروزشان گپ زدم، خلاص کردم. نام از چینل تغییر میدیم، پس نامش مزار مایک میمونیم. اما با حمایت شما خیلی ضرورت دارم. من یک بچه هستم که شما کلتان از من آگاهی دارین. از تمام راز زندگی من بعضی از هموطنان عزیز ما که در شماره واتساپ با ما در تماس هستن، خصوصا مادرای عزیز ما، از وضعیت من خبر دارن که ما چه رقم زندگی دارم. به هر صورت واقعا خیلی جگرخون شدم، بسیار زیاد. اما با حمایت شما ضرورت دارم. هر کسی که کار کرده هیچ وقت به خاطر چینل خود یک دعای بد برشان نمیکنم، فقط از خداوند برشان هدایت میخوایم. اینم خبرشان میگم که در راه راست بروند. اما به حمایت ارشد شما ضرورت دارم. چینل ما را تازه است، نامش تغییر دادیم. این را سابسکرایب بکنین، با دوستا و با اعضایتان، با قوم و خویشتان این را شریک بسازین، چون ما پروگرامای در ماه مبارک رمضان داریم که میبینید که با پول شما ما چقدر خوشی یک فقیر به دست میاریم. در مو ثواب اول از شماست، دوم ما یک وسیله میشیم، ما هستیم.
بازم تاکید میکنم که چینل ما را سابسکرایب بکنید. چینل تازه است، نامش تازه ماندیم. با حمایت ارشد شما ضرورت داریم. این پروگرام ها را که ما نشر کردیم، ثبت کردیم، دو پروگرام است، اینا رو شما ببینید. ان شاء الله فردا باز بخیر در خدمتتون قرار میگیریم. بینندگان عزیز، شما از برنامه‌های ما آگاهی دارین، نیاز نیست که براتون تشریحات بدم. ان شاء الله خودتان میفهمید. پیش یک از وطندارای عزیز ما هستیم. ما یک رقم خسته شدیم امروز که یک جای پالیدیم که کجا یک بیروبار ازدحام آنقدر زیاد بود که رایم از کجا برنامه بگیرم. بر صورت لالای ما دکانش خوب است، یک گوشه است، اینا رو میدیم گوشه گیر کردیم که یک کمی مواد سودا یا مواد خوراکی است پیشان میگیریم. اول امروز یک معرفی میشم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت؟ شب روز بخیر میگذره؟ سلامت خانه آباد. نامتان؟ نام انجینر صحبت الله است. در منطقه مزار شریف دکان دارم. انجینر صاحب تلفن تا باز بخیر سایلنت که امروز ما شما قدر کار داریم که به اندازه اینا مخدا برای شما مشتری هم زیاد زنگ میزنه. چه وقت میشه اینجا دکان دارین؟ تقریبا 4-5 سال میشه. 4-5 سال؟ بله. چطور سودا مردم در ماه مبارک رمضان میخرن نمیخرن؟ الحمدلله شکر خوب است. میشه. خوب است، توان خودش میخره. ما یک چند کلمه میگیم، شما باز نوشته بکنید. آرد اول چند است؟ قزاقستان. آرد قزاقی اول 3 صرف است. 1300. بله. دوم چند است؟ دوم 2 صرف است. 1200. بله. 1300 بگیر، دو بوجی بگیر. آرد اول قزاق 2 بوجی. بله. روغن چند است 5 لیتر؟ 5 لیتر پنبه یا آفتابپرست. آفتابپرست. آفتابپرست اما 480 فیلم میشه. دلار ارزان شده از این خاطر؟ نه، دلار صبحی ارزان بود، بود پس بلند شده است. صبحی خب 70 نه، 70 و 30 پیسه. دو دانه از او بگیریم؟ 5 لیتر دو دانه، دو بشکه. دو بشکه. خیر و سلامت انجینر صاحب دینا ما مبارک رمضان میگه خوب ارزان حساب میکنه با خاطر که برای ما قیمتا معلوم است. از خاطر برنج وطنی که هم در شوله شوند پلاو برنج وطنی خوبش برای شما حساب میکنم 350 روپیه. 200 نوشته. 200 برنج وطنی پلاوی. 200 دیگه لوبیا چند است؟ لوبیا را برای شما حساب میکنم 100 روپیه. بشک والا 2 کیلو نوشته کنید. اول 2 کیلو. 2 کیلو دیگه. ماش سنگک داره 80 روپیه، بی سنگک 90 روپیه. 90 روپیه نوشته که 2 کیلو. ماش آباد 2 کیلو دیگه. روب چند است؟ روب 80 هم داریم، 90 هم داریم. نوراس چند است؟ نوراس 100 روپیه. 100. 2 دانه بگین. امرار علاقه برشان. 2 دانه دیگه. دیگه چای چند است؟ چای 4 رقم چای داریم. چای خوبش 300 روپیه. از این پایین‌تر داریم 100 روپیه، 150 روپیه. اما خوبش 300 روپیه. 300. 1 کیلو چای بگین. چای سبز این 2 تقسیم شود. و 1 تقسیم. کل چیزا که میگیم 1 تقسیم 2 تقسیم میشه. خب تقسیم 2. دیگه این رقم میشه. دیگه چی هستم کاره؟ از یادم رفت بخیر. اینی چند است؟ این ازش بگیریم 25 روپیه و بکنیم بالاتر میاد 40 روپیه. خب این 25 روپیه 4 دانه 8 دانه است. 8 دانه است. ما هر از اونها پرسان کنیم. آش چند دانه؟ 8 دانه. 400 8 دانه تقسیم 2. کلش اینم تقسیم 2 نفر میشه. خب مای ظرفی چند است؟ مای ظرفی خورتره کلان. کلانش 100 روپیه خوبه. 2 دانه بگی از اون. مای کلان 2 دانه. نمک هم 40 است نه؟ بله. 2 دانه نمک میگی. 2 بسته. شکر هم بگیرم 2 کیلو. شکر چند است؟ 60 روپیه کیلوش. 4 کیلو دیگه. شکر 4 کیلو. خب اینه یک قلم دیگه هم بگیریم باز حساب بکنیم. برای افطار چی داریم برای روزه؟ خرما چند است؟ خرما بگیریم یا قیماق؟ قیماق چند است؟ قیماق 20 روپیه. 20 روپیه؟ خب حتی دانه؟ 20 روپیه. 5 دانه 10 دانه. قیماق 10 دانه. باز کچالو و پیاز سور ما جای دیگه میخوام. خب میشه مشکل نیست. ایره انجینر صاحب شما چی کنید؟ حساب بکنید. 480 960 میشه. برنج وطنی 700 نمبرش هم 10
لوبیا 200 ماش آباد 180 روب نوراس هم 200 چای سبز هم 300 آش هم 816 850 200 مایز افشویی 200 نمک هم 80 شکر هم 4 240 روپه قیماق هم 200 روپه حساب کنیم 2600 960 700 200 180 300 200 280 جمع هم 240 جمع هم 200 6060 خب دیگه شما 2 سر کچالو و 2 سر پیاز میگیرید مشکل نیست اینا رو نوشته کنین شما جملهشن چک شروع نه خوش چک کن چند شد 6060 روپه 6060 تومن جمله شد 1 2 3 دوستی یک پول دیگه است اینجاست یک دیگه طرف است این از دیگه طرف است ولی گدوات نکنم این صباره چند شده بود 6060 روپه چند 1 2 3 4 5 6 این 6000 اما 60 روپیش بخشش باشه به شما نه نگه براتون حساب نه میکنم نه برو بخشش برو خواه قربات سلامت انجینر صاحب گرامی این سودا که ما برای شما گفتیم کلشان دو تقسیم کن اینمی جامعه که ما فقط میریم کچالو پیاز از اونجا میگیریم بیاریم درست است قربات بسیار زیاد تشکر سلامت خانواده بخیر باشید خیر باشید تا خانه را چند بتون؟ کل ده بکن میگه 40 یک بریتر در بیا 40 100 افغانی میتون بشر چپا نکنی میره چپا بشون نمیگه رار نگی دیگه رار نگی که مردم تیر نشنه جویش جور که بره بار کو بابا امرو بار کو کمک کو بچه برو دیگر اندر بار برو بچه تو برو سعی خمانی شوی خلاص شد نه یک دقیقه نه ما اجازه بودم باز برم ها خانه کجاست خانه گلشنان چند کار کردی امروز امروز هم ساعت فکر کردم دو روز یک روز 20 روز فکر کردم یک روز دیگه امیر برات بتون چطور خوش میشی میره بیشتر که ما قدر کنیم در روز قیامت دیگه ما هفته که یک قدر روز قیامت ما در دوزخ نریم رابون شده که از قیام و نفتم بخیر این میره ببر خانه پول خالد جان است ازش یک تشکری میکنم پول ما نیست پول خالد جان است برای ما ارسال کرده بود و برای ما یک فقیر سخت که کار میکنه برایشون مواد خوراکی بگیر برای از او تشکری کن از شما تشکری از من تشکری مرا که آقا خیر برو بابا جان برو بخیر برو مرا دست بده برو بخیر یا الله انا بخیر بخیر کاکا بخیر بخوری بیا بابا دیگه چی بیا کاکا بیا بابا بیا اینجا بیا اینجا بیا چال داری خودت چال داری خوب هستی امروز چند کار کردی راست تو بگو امروز چند کار کردی 50 با کار کنم 50 خلطه میفروشی چند نفر نان خورد 6 نفر این میگه از پول خداجان ما برای مبلغ 6320 افغانی به مواد خوراکی گرفتیم اما کچالو پیاز کجا شد آبی باور صدا کن کچالو پیاز شانه بتن امر یک صدا کن او انجینر صاحب او پیاز کچالو رو اینجا ده اما پیاز انجینر صاحب او پیاز کچالو رو اینجا ده این پیاز و کچالو است نمی خوراکی است نمی را بر که صف سفید درویش خانه ببر قرار نوشیدن که امروز دیگه کار نکن قرار برو خانه خاو کن یعنی کار که میکنم تا آخر رمضان هم کار نکنیم برات بس است اینی دیگه برگ صف سفید درویش بر تسلیم است این برو یک غلطک بگیر بار قرار ببر این غلطک بیر بر شما بار کن
بیننده‌های عزیز، ما برای از پل زبیرجان برای یک مادر که همیشه ما را دیدن تا همین جا آمدن پشت ما. حال دیگه مجبور هستیم برش از اونها میخریم. از این وطندارم قیمت مواد خوراکی را پرسان میکنیم. سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحتمند؟ خیرت. نامتان؟ میلاد؟ بله. میلاد جان، برای ما یک کمی سودا کار است. درست است خدمتتان. مقصد ما قیمت ها را خوب یاد داریم. همین لحظه هم برای چند نفر خریدیم. آرد قزاقی اول چند است؟ آرد قزاقی اول خالوچا برای شما 14 سال است. از پایین‌تر میاد 12 سال. ما 13 سال گرفتیم پیشتر. 13 سال بعد شما برید ناردای نمبر 1 از ما برید اون 12 سال پیش ما میدیم. حساب یک بجی. روغن چند است؟ 5 لیتر. 5 لیتر کیلو فرات میاد نه. گل افتخار است. کیلو فرات براتون 490 حساب میکنم. ما 400 برای 480 برای ما حساب کرد. نه 480 میتونه با دیگه جنسی. هر رقم خواهد اگر در روزه است دیگه ما چیزی گفتن نمیتونم نوشته کنم. یک دانه از اون نوشته کن. برنج وطنی که هم در شوله شوند پلاو. هم شله شو هم پلاو چند است؟ جوال به شما 380 روپیه. اون پولوش میگیم بر شما 380 روپیه. نه ما 350 خریدیم. 350 برای 9 است. اگه میگن براتون 340 روپیه 30 روپیه حساب میکنم. خب بتوسم تاکسی رو بده. لیست گرفتی چی باشی؟ لیست از اون نفر یا ما گرفتم. برای سرخه یک سیر. یک سیر. یک دقیقه می لیست ما بگیرم که از روی بخوانم که دیگه چی کار است. لوبیا سرخ چند است؟ کیلو یا سیر کار است؟ نه کیلو. لوبیا سرخ کیلو 100 درم نه. خب 100 روپیه برای ما حساب کرد. ارزان شده ولی دلار میفهمی 70 شده نه. 1 کیلو بگی. خب ماش چند است؟ ماش آباد یا مایده؟ آباد. آباد 90 روپیه. 1 کیلو بگی. روب چند است؟ نورس؟ روب نورس 100 روپیه. بگی صحیح است. چای سبز دارین؟ است بله. چند است کیلوش؟ کیلوی 250 هم داریم. 200 از همون دوستم جا نیم کیلو بگی. آشای چی تو بریدگی کی است؟ آشای دراز. چند است؟ 25 روپیه. 4 دانه بگی از همون. مایه چند است؟ مایه ظرفشویی؟ کلان. کلان بر شما 100 روپیه. صحیح است بگی از همون یک دانه بگی. نمک هم 40 افغانی؟ بله. نمک هم 40 افغانی. خب شکر 50 است؟ شکر 60 است. 60؟ بله. بگی 1 کیلو شکر بگی. قایماق خو ندارین؟ نه قایماق نداریم. خب امر حساب چند میشه که زود نوشتم. 2800. 2800. خب جمله اینجا نوشته که 2800. یک هزار 2000 3200 برای ما بتن. اینا رو جمع پیش همین خاله بان من رفته کچالو و پیاز میرم. خب ما در خدمت قربانتون 200 برای ما بتن. درست است. این پیش خاله جمع کرده بان این لیست خوا مطابق همین بیجک باز برای ما تسلیم کنیم. صحیح است. سلامت باشین، بخیر باشین. خاله جان، یعنی 2800 افغانی نمی مواد خوراکی تان شد. 320 افغانی براتون کچالو و پیاز براتون آوردم. خانه تان در کجاست خاله؟ آدم با ما کاکا نیست، ما جوان است، ما کاکا نگوه. ما در جای بچه تان هستم. سلامت. خانه بعد چند نفر نان خور دارین؟ جیت سب تاسنه بلمن جیت نفر بار؟ جیت نفر کمیش لیده؟ برش بابا غلطه که برات اونه بیلا آره تو بیلال میده پر اول بار مایده کیش ایشلر میده
خواه بوبان کندنی چه پول کی تره قنچه پول کی تره بابانı bir kellesi asam para baba pulunu mine vermeydi. Ne bilmezsen hamsiyelerden kuran. خواه Ha asabı haram, asabı haram. Hiç kabar ucum hiç kapsayan kitapları kapsırar. bu pulda bizlarga Zubayr beribdi bu pulda. Bu Zubayrdan bir tashakkur qiling. Bu pul Zubayrdagi Teşekkür. bizlarga shu g'ariblarga savdo oling. Men kiroyani ham beraman baxayr. Hayır. Kiroyani ham beraman faqat o'rtib keting baxayr xo'sh. Bizlerin şu artık birin tağı kaldı ki artık birin kayıtı alıp kaçıp girmezler. Zaranchka? Hayır derin şu artık birin tağı hayır. Mana bu kiroyasini so'rab bering xo'sh. Kiroyasini so'rab bering. Men bir zaranch olib beraman xo'sh. Sog' bo'ling baxayr. تو خب بود تاسو زنانه از وکی زنانه سالانه چطور؟ صحیح است؟ بده دیگه شم بده چند هستی؟ 100 روپیه هستی؟ از زبرجان یک تشکری ویژه میکنیم. ما 2 نفر هنوز ما برای 2 نفر مواد خوراکی میگیریم. اونجا وقت انتخاب کردیم اونا رو، اما اونا نمیفهمه که ما برای از اونا میخریم و از پیش وطندار ما مشتریش هستیم. بیاین که امروز اینا رو یک جای گیر کردیم ببینیم که قیمت ها رو بالا میبره یا پایین میبره. سلام علیکم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیر. روزتون مبارک باشه. شما خوب هستین؟ مصروف هستین؟ هیچ نمیفهمین. والا هستیم روزگار از دیگه تیر میشه. دقیقاً زیاد وقت میشه طرفتون نامده بود. این دمای مبارک رمضان شما را یاد کردیم. بله بله خدا کمتون نکنه. سلامت باشین. نامتون یک بگین ما از یاد ما رفت. نوید جان. برای ما یک کمی مواد خوراکی کار است. خوب کار است. این تو لیستان پیش ما هم است، پیجک هم پیش ما هم است. این خود دوست و رفیق هم است. همین قیمت حساب کردی سر امر میچله مثلا. من میفهم دکان خودتون از دیگه گپ نداره. سلامت. خانه آباد. نیاز بود مال. بخیر باشین. ما پیجک اول بکشم. شما هم یک پیجک بگیرین. خوش. در موجه نوشته کردن بگیرین. خوش. باز امنا را 2 تقسیم میکنین. خوش. باز یک دقیقه پیجک دیگهش کجاست؟ این اینجاست. بسم الله. پیجک جیبام نامخدا پر از پیجک شدم. سایکو روزه است آدم گنگس است. باید ایره میگرفتم ایره میموندم. خوش. آرد چند است نوید جان؟ چند رقم است؟ آرد اول چی؟ قزاقستانی؟ قزاقستانی قالینچاپ. قالینچاپ. تمام میشه با ازو که در آرد دیگه هم از کار قالینچاپ میکنه کیفیتش بالاست. چند به است؟ حساب آشک بولانی نان 1250 رقمه. از امو بود نه؟ ما شما خریدیم بله؟ 2 بوجی نوشته. آرد اول 2 بوجی. روغن 5 لیتر چند است؟ روغن 5 لیتر گل آفتابپرست. آفتابپرست بالا. 500 بازو یه برای شما در بشه کم میکنم سر بهش میشه. ما 490 خریدیم یا 400 480 ها؟ خیر مشکل نداره چه که شما فرمان بدین. من نه اینجا من فرمان نمیتونم. من دارم لیست دارم. ما مطابق لیست میخونم نوید جان. روغن 2 قوطی. بله 5 لیتر خوش. بله 480. برنج وطنی که هم برای شوله شوه خوش. و هم برای پلاو شوه چند است؟ 380 روپیه. خب برنج پلاوی نه هم شوله شوه پلاو. پلاو کشید شوله هم میشه. خواه وقتی که باز تنها شوله 300 روپیه نرخش است. نه هم پلاو چند قیمت گفتی مقصد؟ نه باز اینا باز چند رقم میشه برنج دارم باز 3.5 روپیه هم برنج هم براتون حساب میکنم. ما برای شما تخفیف میتم نگفتیم که مستقیم همین نرخ ما برای شما صحیح. اونمو را برای ما اونجا 700 حساب کرده بود 2 سیرش. 3.5 صدی گفته صحیح است. ما اون چیزی که گرفتیم اون چیز حساب میکنم. حساب کنه. که ان شاء الله ما هم دمی ثواب شریک باشیم. سلامت خانه با تشکر. 2 سیر. خوش. 2 سیر. خوش. خب لوبیا کیلوش چند است؟ لوبیا کیلوش 100. 2 کیلو بگی. ماش چند است؟ ماش 90 روپیه است. 2 کیلو بگی. خوش. روبی نورس چند است؟ روبی نورس 100 روپیه است. 2 دانه بگی. خوش.
چای سبز چند است؟ چای 3.90 داره. امی نوی دومیش چند است؟ ام مروجیش 2,500 روپیه است دیگه. بگی امورا 1 کیلو بگی باز تقسیم. رب 2 دانه. آه. خوش. کلش باز دو تقسیم میکنه خوش. چای 1 کیلو. خوش. خب آش 25 است نه؟ بله آش دراز. آش 4 دانه یکی 4 دانه دیگه. 8 دانه جمله. 8 دانه. خوش. خب خب مایه ظرفشویی 100 روپیه است نه؟ بله مایه 2 دانه. ظرفی. نمک هم 2 دانه 40 روپیه است نه؟ بله شکر چند است؟ شکرم 60 روپیه در این بازار هستید دیگه میفهمید. 2 کیلو 2 کیلو نشتک 4 کیلو. شکر 4 کیلو. قایماق چند است؟ قایماق 20 روپیه قایماق. 8 دانه 5 دانه قایماق بگی. 10 دانه قایماق. خب دیگه چی؟ حبوبات او مالگی مکارونی چند است؟ خرما نیاز نیست. خرما چند است؟ خرما امیر کتیش کیفیتش هم بالاست خوبش است. باز 70 سال. 70 برو دو خرما میگی خیر است. اینو ولی خودت گفتی اینو خاطر خودت این گرفتی. چیزی است. در افطار بله. خوش. خب خلاص یک حساب کن اونا رو. گپ ندارم قربانتون. این 6000. برو 50 رو پیشم خیر از سلامت سلامت قربانتون بخیر باشه. شما فقط نوید جان چه کنین؟ خانم‌ها رو کلشون دو تقسیم کنین. جور کنین بانین. من کچالو رو میگیرم بار میکنیم خانم میبریم. خوب صحیح؟ بیخی صحیح. قربانت من کدست بده. سلامت باشه. بخیر باشه. بخیر باشه. بخیر سلامت. بخیر باشه. ولی را چند گفتی؟ این ما دیگر رو میفروشیم 180 200. این رقم چینده هم نمیتونیم برش پالابان میندازیم. 170 گرفتم من. نه من نگفتم که چینده بندازم. همه رقم بنداز توکل علی الله. اونجا نمیدونم گفتی والا چینده پارت بود. نه چینده ننداز نه دیگه. من در نقص شما روادار نیستم. خیلی یک سیر شتول کردی؟ ترازوی جور است. چرا؟ صحیح میتونیم. ای ماشاءالله پیاز جو زده زده خونه انداختی؟ نه دیگه بازه جفتن انشالله نیست میگه. ها؟ که شکر شما سودا ارزاق نیست میگه. بله بله بله. شد؟ چند شد پولت؟ 600 چند؟ 180 ها؟ 630 میشه. نمیفهم خودت حساب کن. سیونیم صدو چی چند میشه؟ سیونیم صدو ریاضی ما ضعیف است. 630 روپه میشه. 600 چی؟ بله. ما بده بخمانده پیسه برای ما بده. چند پیسه برای ما میتی؟ 70 بیخی صحیح است. پیازی ما بسیار صحیح نیست. سکوتری کل گیروز. هر رقم نفر می جنجال یکون تو اوقات تلخ میکنم. 40 روپه. جیگرای بسیار. 50 60 70 خیر بینی خانه آباد سلامت باش. نه 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 بس سیر داریم خانه. سیر ترکی داریم. کو کچالوش کو. بیارم رو جوان. بانم.
نام خودت چی است؟ حمیدالله جان. حمیدالله جان چند کار کرده بودی امروز؟ 60 روپیه کار کرده بودیم. 60 روپیه؟ بله. خانه چند نفر نانخور داره؟ 9 نفر. کی کار میکنه؟ فقط یک خودم دیگه، پدر است، مادر است دیگه. نه کی کار میکنه؟ تنها خودت کار میکنی؟ بله. امروز 60 افغانی کار کرده بودی؟ عروسی کردی؟ بله. چند اولاد داری؟ 2 تا اولاد. ها الهی شکر. نام خودتان؟ من نظر محمد. نظر محمد جان خودت چند نفر نانخور داری؟ 4 تا دختر داریم دیگه. خب کارگر خودم. امروز چند کار کرده؟ امروز یک کار کار کنیم. یک کنیم سر. خب همه رو بر ببرن خانه ببر چطور میشه؟ ها؟ خوش میشی؟ خوش میشی. اینمی پول زبیر جان بود که ما برای شما 3,000 افغانی مواد خوراکی خریدم و در پالوش هم براتون کچالو و پیاز خریدیم. تقریبا 330 افغانی مو شد. ما کمی کرایه هم براتون میتونم. برگ صف صفحه ترویش از طرف زبیر جان است. یعنی رو بگیرین بخیر. قرار باز بخیر خانه برین. خب دیگه از زبیر جان یک تشکری هم بکنین. دلتون راست میکنین نمیکنین ما کار ندارم. مکان خدا خیرش بده بیادر خداوند دیگه. برگ زبیر جان از شما یک تشکری ویژه میکنم که در کنار همچین افراد مستحق قرار گرفتین. خانه آباد. خانه آباد. آمین آمین. اینجا آمدیم گفتم یک غلطک برش میگیرم و در پهلوی از او برش یک ذره مواد خوراکی میگیرم. ایره البته از پول بیبی جان بیبی شکلا میگیرم و پول شاد خودسی را هیچ تشنه میزنم و باید باشد چون او را ما یک روخه یک چای میگیریم. میریم با او کسی که غلطک را خودش جور میکنه یک پرسا میکنم قیمت غلطکا چند است. بیا کنیم. خلیفه جان سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر و خیرات. ببخشید که مزاحم شما شدم. سلامت باشین. نامتان؟ نام ما خلیفه حسین. خلیفه حسین. ما پشت یک غلطک آمدیم. چند نوع غلطک دارین؟ غلطکا داریم و در یک رقم شرط شما 2200 میلیون یاش 1900 میلیون. یک رقم دبلکاری داریم نوای روسی است 2500. خودتون غلطک جور میکنید؟ بله. چند سال میشه غلطک جور میکنید؟ علی 28 سال شده. ای ماشاءالله. پیشتر ما از پیشم پرسان کردم برای می وطندار ما یک غلطک میگیریم. از همون اون چی سیاه گفتین نه؟ نالای سیاه ایرانی است. نه او چند است قیمتش؟ اونمو را که بسیار مراد کنیم در شما خلاصه شه مای روزه سرگردانی زیاد نشه فقط هم 19 تا داخل قیمت. هیچ دیگه کم نشه. جای دیگه. جای نداره. زمانتی 1 سال شرطی بخیم تا ثابت کارش. ان شاء الله چیز خیلی است. کدامش هستم بچه رو بگو بیاره؟ اون دو دانه هستم. کدام اینجا داخل هم هست. بیا کدام اینجا بیا. اینجا بیا کدامش هست. امی است. نمیده شما را یک پارچگه که بیل میتیم تافه میکنیم خوش 1 سال ضمانت کرده از این تاریخ بگیره. چند روز جور میکنین رو شما؟ دیگه ما روزانه شاگردا 5-6 نفر است فقط یک 30 دانه روزانه تولید داریم. ماشاءالله ماشاءالله. روز 30 دانه. اینم چطور است؟ سلام اینجا بیا. چی حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر صحتمند؟ خیر. نامت؟ پاینده محمد. چند نفر نان خور داره خانه؟ 5 نفر. چی کار میکنی؟ بیکار. غلطک برات بگیرم کار میکنی؟ بله. این غلطک بگیر تاشو برو پایین تاشو باشیم. تبریکت باشه. همونجا باش ما کارت داریم. خب همونجا باش. خب 19 ساعت شد استاد. هیچ دیگه کم نمیشه جنجال نکنیم. ان شاء الله یک روپیه تو زیاد بگیریم مایرزه باز. سلامت. این خیلی 2000 بگیریم برای ما 100 افغانی بتین. یک بیلم برای ما نوشته کده بیتین. گارانتیش هم نوشته کنین. بسیار. سلامت باشین. خانه آباد. سعی کن اگه خوبش باشه بدی. بچلا میشه مقصد. ریال فعلا تمیده بیگی باز اگر نشدید معصوم شد. حالا کل همی بول کرده یا
خب توکل با خودم هم یک دکاندار میبرم ببینیم که چی میگه، قبول میکنه نمیکنه. نه داریم. پول افغانستان پوت نمیشه، گم میشه زود. ببخشید. یک دانه چی برای ما بتونید که ما میریم. خب خوش میریم برای از این نفر از پول بیبی شکیلا یک کمی مواد خوراکی میگیریم، باز رخصتش ان شاء الله میکنیم. با ما باشید. پرینده اسیس ما در یک دکان یکی از وطندارای ما هستیم که بعض پیشش هم آرد میگیریم. آرد و روغن 5 لیتره و چی بود؟ برنج شولایی، برنج وطنی کم شولایی شود. سلام علیکم، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ شما خیلی مصروف هستین، ما زیاد نزدیکتان نمیشم، سودایتان بکنین. نامتان؟ شجاع جان، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ روزه بخیر میگذره؟ آرد چند است؟ آرد قزاقی چند است؟ آرد قزاقی 2.5. خب 5 لیتره چند است روغن؟ 5 لیتر 500 میاد. 500. ما دین روز 490 خریدیم اصلا. 490 صحیح. و برنج وطنی که هم در شوله شوه و هم در چی شوه؟ هم پلاو شوه. چند است؟ اون بلد سیرش 400. 400. یک ذره قیمت گفتیم. نه بس آخر گرفت. پلاوی است. نه هم شوله شوه هم پلاو. هر دوش میشه خواهد زیاد خواهد چند؟ سیر 400. یک سیر ازو بگیرین، یک از همین آرد بگیرین، یک هم روغن بگیرین، تا اون غلطگان بار کده بتین برشن. صحیح؟ یک بیجاکم برای من افشا کنین. ما ایره از پول بیبی شکیلا خریداری کردیم، هم غلطک و هم اینمی. باقی مانده پولش ان شاء الله باز یک روز بعدی بخیر به مصرف میرسیم. اونجا میریم یک نفری که واقعا دیشه و یک نفر قصه کرد برای ما از اون قصه رو باز اونجا براتون بیان میکنم. با ما باشید. 2000 این 2000 یک سری برنج دیگه چه؟ بس دیگه چیزی سلام است یک تا روغن است یک تا آرد. این قشیتان حساب کنیم. صحیح. دیرمیر ما از پول بیبی شکیلا به مبلغ 4040 افغانی هم بر غلطک خریدیم، هم آرد خریدیم، هم برنج خریدیم، هم روغن خریدیم تا ماه مبارک رمضان رو بخیر استفاده کو و مرد واری کار کو. صحیح است؟ تشکر از بیبی شکیلا. خیر بینه خانه شو سلوانی را دیگه هم بیتا. بله. خوش هستیم و پیشی. سلامت باشه. آدم غریب میرسم، ما خوش هستیم. از ما هم خوش هستی یا نه؟ خوش هستیم. بخیر باشی. سلامت. برو بخیر برو. مبارکت باشه. سلامت باشی. بخیر باشی. از بیبی کریمه وفایی یک تشکری ویژه میکنم. مقدار پولی را که برای ما ارسال کرده بودن برای یک خانواده ما امروز مواد خوراکی میگیریم. تاریخ 1 مواد 9 اپریل یک عملیات هم دارند، برشان شفای عاجل میخوایم. خداوند بخیر عملیات پشت سر بگذارن و پس صحتمند شده در همراه خانوادهشون یک جا شوند. این کسی را که ما قرار است برش مواد خوراکی بگیریم دیشب البته یک از روزها ناگهانی امروزشان سر خورده که گریان هم میکرد. یک کس نیست که یعنی منظورم که خدا ناخسته و گدایی بکنه، غلطک امروز بود کار میکرد، باز او شمارهش گرفته بود در اختیار ما داد. باز ما تحقیق کردم، پرسان کردم، امروز خانمش آمده اونجا از این برادر ما برشون یکم مواد خوراکی میگیریم. باش که مواد خوراکی را از اینا اول پرسان میکنیم قیمتاشون چند است. سلام علیکم، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیرت سلامت باشین. خانه آباد، روزه مبارک باشه، بخیر میگذره؟ زنده و سلامت خوب است میگذره ان شکر است. شکر است الحمدلله. نامتان؟ نام عبدالحمید. حمید جان چه وقت میشین یه دکان داره؟ اینجا 4 سال میشه. 4 سال میشه.
برای ما چند کلم مواد خوراکی کار است؟ ما در خدمت. سلامت باشین. آرد چند است؟ آرد 1400 است. آرد قالیچاپ اول 1400. بله. دوم چند است؟ دوم 1200. 1200. 1200 1300 1250 مفت 1200 به شما حسابیم به خاطر که شما رو کمک میکنین ان شاء الله ما شریک شویم. قربانتان. خیلی شما بجکتان بگیرید. بجکتان بگیرید. من میگم شما نوشته کنید. خوش؟ یک بجی نوشته کنید. آرد یک بوجی. آرد بله یک. کدام میشه؟ از هم 1200 گفتم نی؟ این روغن چند است؟ بله. این روغن چند است؟ این روغن 470 470 یک دانه نوشته کنید. او روغن چند است میگه اونا؟ بله. روغن 1000. خب برنج وطنی. برنج وطنی سر 3900 است. از پایین ترش 300. در شولان میشه؟ شولان میشه. یک سیر بگیرم. یک سیر. بله نه لالا نه یک گوشت روغن بده. یک گوشت روغن برای از اونا بتن. خب چای چند است؟ چای خشک؟ چای خشک 2.5 ساعت. نیم کیلو لازم بگیریم. شکر چند است؟ شکر 380. نه کیلوش. کیلوش 50 روپیه میاد دیگه. ها 2 کیلو بگیریم. شکر 2 کیلو. خوش دیگه. خب مکرونی چند است؟ مکرونی کلان میبرید یا عادی متوسط خردار؟ خردار چند است؟ خردار دانه 25 22 روپیه تمام میشه دیگه. 25 صحیح است. از می 4 دانه بگیر. 4 دانه. روب نورس چند است؟ رو نورس 90 روپیه. یک دانه نوشته کنید. 1000 بیگ است پیش فول کلام. بده خیره بده. خوش دیگه. این صابونا چند است؟ صابونا دیگه خوبیش 25 روپیه دیگه. از ریکارتان 25 تمام میشه. خوبیش همی است. ها سی پروش 25. 25 4 دانه صابون بگیر. ماش چند است؟ ماش 90 روپیه. ماش کلان دانه است. خب و لوبیا چند است؟ لوبیا 100 روپیه. 1 کیلو ماش 1 کیلو لوبیا نوشته کنید. خب دیگه چی مانده باش تو؟ نمک داری؟ است نمک. 40 روپیه. 40 روپیه. بله نمک هم نوشته کن. یکم 40 روپیه. دیگه خرما خونه دارم. خرما نه خیلی. خب سایس امر یک حساب کنید شما. یک حساب کنید که چقدر میشه. شکر 300 آش 900 روبیا کنم 90 صابونم 100 ماش 1 کیلو 90 روبیا 100 نمک 40 2775 2775 حساب دیگه چی بگیرید؟ او طول میخستیدی نوبت چه پاته ده؟ دیگه چی دارین مثلا در خانه بگیریم؟ دیگه مواد اولیه همی از نخود تو چیزا خانه دارن دیگه. نخود چند است؟ نخود 100 روپیه و 90 روپیه از رقم است. 80 روپیه و 100 روپیه. خب 80 روپیه 100 روپیه 1 کیلو نخود هم بگی؟ برام بگی و ظرفشوی 100 روپیه است؟ بله کلانش 100 روپیه. یک دانه برام بگی؟ مربا هم ندارین؟ نه خیلی مربا قایمه خوشا نداره. خوش گوگرد هم بگی؟ خوش یک بسته بگیرم. در پس چند است؟ یک بستهش مثلا 1 سلسیه روی کارتن تمام میشه. نه یک دانش 10 پا نیست؟ خیر دانه بس. اگه ندارین مشکل نیست. نه دانه خو ندارم خیر بخاطر شما باز میکنم. نه باز نکن. خب این چی هستی پشت سرتان؟ خمیر مایه. خمیر مایه چند است؟ خمیر مایه کلانش 100 روپیه. بگی خمیر مایه. اینا ولی یه را مسترشون اضافه کنیم که چقدر میشه بس.
300 شیشه سه کلام صدر بگی 3075 3075 پس سایس ما اونجا میریم یک سر کچالو و پیاز مالایده برشان میگیریم. سلامت باش. این چند شد؟ 3075 3075. یک هزار 2000 2500 نباشه کلام گاب نیست قربان کنم اینا را یک حساب بکنید 1000 دیگه باز کم بتونیم حساب ماشون پاک میشه. نه 500 دیگه دونیم هزار است. نیم هزار است؟ بله. خب 500 دیگه صحیح است. صحیح شد؟ بله. همینا رو شما چی کنین؟ کاپور جان سودا امروز باز میگم جور قربان ما میرم اما کچالو و پیاز خریدم میام. صحیح؟ ما در خدمت. قربان سلامت باشین. سلامت. خانم. خوب هستی؟ بخیر صحتمند خیر خیرت این طرف بیا این اینجا ساعت شد. دیروز چند کار کرده بودی؟ دیروز دیگه 40 روپیه کرده بودم. 40 روپیه. کجا شیشته بودی؟ نزاجی کوچه نزاجی من کوچه لوا خواه کوچه 8 اون نفر خودی در اونجا دید؟ نه من دم کوچه بودم داخل کوچه بودم. خواه اونجا دید؟ پیش خانه خودش. اون یک بوجیوار در اونجا است به مبلغ 3070 افغانی نزی وطندار ما 3070 شد نه؟ 3070 افغانی از این برات مواد خوراکی خریدیم و 320 افغانی اونجا کچالو برات خریدم 3400 افغانی میشه یعنی 100 افغانی ما براتون کرایه میتونم 3500 افغانی. این پولی بی کریمه وفایی است که برای ما ارسال کرده بود یعنی خداوند نصیب شما ساخته بودن. خیر باید ببینید ما یک وسیله هستیم پول کل چیزا از اونها هستن خوش یعنی این پولشان است کرایه تن است وطندار. ای دول خوش باش خداوند روزیت ساخته بود در ماه مبارک رمضان قرار استفاده کو خوش صحیح است خوش است یا نه؟ چرا خوشحال میشم. برو اونجا زرنج میگیره هر چی که میگیره نمی است مواد است بخوای بار قرار خانه ببر صحیح است؟ صحیح است اونو پول دادیم پول کرایه دادیم هر چی که میکنیم برو بخیر برو خدا حافظت بخیر باشه. میدای عزیز ما پیش یک از وطندارای عزیز ما هستیم که میدان بخیر برای افطار آمادگی میگیرد 1:30 بجه است که تازه فکر کنم شاید شروع کرده باشه. سلام چی حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر صحتمند؟ خانه آباد. نامتان؟ سمر؟ سمر جان بولانی پخته میکنی؟ بله. وقت شروع کردی یا همیشه از همین تایم شروع میکنی؟ از این تایم شروع میکنی. همین 1:30 بجه دیگه. 1:30 بجه شروع بولانی میبره بیگا بچه‌ها. خب. 200 تا فرمایشی است. چند تا خود پخته میکنی در کل مجموع؟ 400 500 600 میشه 600 تا میشه 600 تا چرا که مشتری است 200 تا نداده میبرم و بس بچه‌ها. خب موادش در خانه تیار میکنی؟ بله. یک نفر هم هست 600 بولانی نه باشه. خواسته بچه‌ها رایی که پشت تانکری ماو نداره خوش کسی. چند نفر کار میکنی اینجا؟ 3 نفر است. 3 نفر. پیش از ماه مبارک رمضان هم بودی یا تازه آمدی اینجا؟ من اینجا 8 سال 9 سال است که اینجا هستم. خب ماشاءالله خیر خود کلان شدی گفتی مردم. در افطاری شاید بیربار زیاد باشه. بله خوب است. امروز دیگه یک ذره هوا بارانی است. هوا امروز خیلی خوبه. امروز هم 600 تا رو پخته میکنی یا کم؟ پخته میکنیم دیگه امروز به در قراراتی هست دیگه. بله چی است؟ یک گندنه است. کچالو گندنه ماشاءالله. کچالو گندنه ماش. خانه آباد سلامت باشین بخیر باشین خانه آباد بخیر باشین. بیننده عزیز پیش یک از وطندارای عزیز ما هستیم که نام خدا دیگش پر از روغن است. به 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 چیزاش سمیال از کشیده است از بولانی را
اینا هم حتما شاید مشتری زیاد داشته باشه که وقت شروع کردن. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام خوب هستم. چی حال دارین؟ بخیر هستین؟ صحتمند؟ بخیر باشین. سلامت خانه آباد. نامتون؟ نام محمد عیسی. محمد عیسی جان، چی وقت میشه بولانی پخته میکنین یا کاری بولانی رو میکنین شما؟ 10 سال میشه دیگه. امی هستین؟ مثلا داخل شهر هستیم اینجا زمان فرق نمیکنه. نه یگان تا باز یک جای همیشگی است، مشتریش همیشه همون جمعی از این خاطر یک 3 سال هست. روزانه شما چند بولانی پخته میکنین؟ تقریبا 600 700 تا میشه. 600 و 700. همیشه میفروشین یا اشار ارسال میکنین چه قسمت؟ کراچی داریم. دیگه اونو دو شهر توزیع بخش توزیع. خاصیت دانه کراچی است نام خدا. در کدام یک 200 تا بالا میشه. 200 تا 100 تا 100 تا مثلا بازار سعی کرده. چند بجه مثلا اونا رو رخصت میکنین شما؟ 5 بجه، 5 نیم بجه؟ 5 نیم بجه کلش میره دیگه. 5 نیم بجه. 5 نیم بجه. والله. و خمیر چیش موادش کلش در خانه جور میکنین؟ خانه جور میکنیم اینجا میریم جوالا میکنیم آور میکنیم. چند نفر هستین؟ دم 2 نفر از رویتان هستین؟ نه یک نفر دیگه من اتاق است 3 نفر هستیم اینجا. خب اتاق اینجا نزدیک است؟ این بالا منزل شهر اتاق. این مواد رو ما میجه در اتاق جور میکنین؟ این رفع خانه میریم پست چه میکنیم. خب کچالو رو اونجا پست میکنن. اونا شما چیره مت بیادر کلانتون خونه است؟ بیادر خود دیگه. شما کلان هستین؟ ماشاءالله ماشاءالله. اونا را قواره شما که خیلی کلان معلوم بشه. ما خیلی بیادر کلانتون هستن. و دیگه هم تو قوم است بیادر است یا شاگرد است در بالا که کچالو رو پست میکنه؟ بچه رو پای مدار بالکن. خواه دیگه روزه است دیگه زیاد گپ نمیزنم گوش نمیشم باز این داغش نکشیده رئیس دل ما رو هوا میکنید. واه خانه آباد برگ سبز سفید درویش میگن نان و پیاز پیشانه و زمین که گفت برای ما رسید. سلامت باشین. خانه آباد. تشکر. بخیر باشین. بینندگان عزیز، ما اگر در واقعیت بگوییم توسط تلفن گزارش گرفتیم چون هوا بارانی است، همین از هم میده صورت باران زیاد میشه چون 2 بجه 50% گفته بود. از این خاطر ما عجله کردیم گفتیم که برنامه نمانیم. اون گزارش هم گرفتیم، شما هم از اول تا یا همه چیز دیدید. ما بازم یک تشکری ویژه میکنم از افغانای عزیز ما، از وطندارای با احساس ما که در کشورهای بیرونی زندگی میکنن اما همیشه خود در کنار افغانای عزیز ما، در کنار افراد بی‌وضاحت و مستحق میگیرن. خانه‌تان آباد، خداوند صدقه‌تان را قبول بگرداند. تا فردا انشالله هوا خوب میشه. فردا بخیر ما از پل شادخ قدسیه و بیبی جان قدسیه برای هموطنان عزیز ما مواد خوراکی میگیریم. این که نصیب کی میشه اینو دیگه ما تصمیم گرفتن نمیتونه. شما دقیقاً میفهمید برای 1 2 نفر که 3 نفری که ما یافتیم رفتیم تحقیق کردیم و خانه آمدن قوم دوست خویش آدرس دادن، جای از اونها جداست. فردا اونا رو ان شاء الله در برنامه میگیریم. تا فردا بدرود.